شروع از سنه 8 تا 15 نوامبر سال 2021 سخنگوی سفارت آمریکا در تاجیکستان شفالی اگروال با سفر کاری به ولایت مختار کوهستان بدخشان تشریف آورد. در دایره سفر خود شفالی اگروال از یک قطار لایحه‌هایی که از جانب سفارت مبلغ گذاری می‌شوند بازدید به عمل آورد. نخست او از تشکیلات جمعیتی امین دیدن نمود. تشکیلات مذکور با مقصد باز هم بهتر به راه ماندن رابطه بین مقامات میلیسیا و اهل جامعه تشکیل شده است. به گفته رهبر لایحه فیض محمد صاحب نظرов بعد از آغاز لایحه مذکور مناسبت بین جامعه و مقامات میلیسیا خوب بود، باز هم خوبتر شد. به اندیشه این نفر هنگام عملی کردن لایحه هر دو جانب هم جامعه شهروندی و هم مقامات میلیسیا ضرورت آن را درک نموده خوب قبول کردند. فکر تشکیل این لایحه اول تحقیقات گذرانده شد، مثال بین مردم که مثال سوال و تحقیقات گذرانده شد که آیا رابطه میلیسا با مردم چه خیلی است، یعنی برعکس رابطه مردم با میلیسا چه خیلی است. در برابر این چنین شورای جمعیتی اوید به مساعدت جامعه شهروندی در تامین ترتیبات جمعیتی در جماعت دهاتی یزغلام ناحیه ونج نیز فعالیت میکند که شفالی اگروال به آنجا نیز تشریف آورد. لایحه مذکور نیز از جانب سفارت آمریکا در تاجیکستان مبلغ گذاری گردیده است. هدف این لایحه مستحکم نمودن رابطه بین جامعه و مقامات میلیسیا می باشد. میرجانوف شادولت دوام 6 سال این جانب به حیث رضاکار در وظیفه رئیسی شورای مذکور کار و فعالیت می نماید. به گفته شادولت شورا 20 نفر اعضا دارد. در برابر این در شورای جمعیتی اینچنین یک مدت کورس‌های زبان آموزی نیز به راه مانده شده بودند که بهره آموزانیدن زبان انگلیسی برای مکتب بچگان پیش بینی گردیده بود، ولی این لایحه همگی 6 ماه ادامه کرد و خلاص. عین زمان رئیس شورای جمعیتی امیدوار است که در آینده باز هم این اقدام به راه گذاشته خواهد شد. من همین برنامه رو وضع کردم که باید که برای ما همین زبان آموزی رو باید تشکیل کنند، زیرا که ما به همین مشکلات ها احتیاج داریم. باز هم التجا و التماس ما هم هست که اگر که یگان برنامه وضع کرده شود که برای ما یک لایحه یک مرتبه دیگر همین وادی یزگلام رو، همین وادی دوردست رو دستگیری کنن از طرف یگان برنامه دیگر، ما بسیار شاد و خرسند میشیم. رحمت کلان میگویم به سفارتی که ما رو در طول همین قدر سال، همین قدر مشکلات هایی که پیشنهاد کردیم ما رو دستگیری کردن. ما ناامید نشدیم از هیچ چیزی که ما پیشنهاد کردیم. دیگر مکانی که شفالی اگروال دیدن نمود این تشکیلات جمعیتی امیدوار بود. در این جای به نسل جوان طرز استفاده تجهیزات تکنیکی آموزانیده می شوند. جوانان می توانند به تشکیلات آمده طرز درست نواربرداری، تنظیم و به شبکه‌های اجتماعی گذاشتن محصولات رنج خویش را آموزند. در تشکیلات مذکور به اشتراکچیان متخصصان ساحه درس میگویند. در برابر کار با تجهیزات تکنیکی اینچنین به آنها طرز درست نوشتن مواد نیز آموزانیده می شود. پروژه ما یعنی پیشبرد جوانان ولایت مختار در شبکه اجتماعی، یعنی اساس مقصد ما همین است. یعنی چه خیلی که ما در دوشنبه بودیم در همون کنفرانس ما دیدیم که چه خیلی مردم دوشنبه پیشرفت از بدخشان هستند. یعنی در اینجا هم اینترنت چیست پرابلم نوک است، یعنی سکورس بسیار کم است و دسترسی به اینترنت ما نداریم و یک مقصد ما همین است که ما باید همون بچه‌هایی که در مرغوب هستند و در اشکوشیم ما اونها رو اینجا آورده، یعنی برای آسانی کار همه رو میفهمانیم، یعنی بعد اونها میتوان اونجا در کار خود رو به پیش بردن و ما در 3 سال ما با همین استودیو ها کار کرده اونها رو به پیش میبریم. تشکیلات جمعیتی روزبه در شهر خاروخ کار و فعالیت می نماید، ولی به دیگر منطقه های ولایت مختار کوهستان بدخشان نیز سفرها انجام می دهد. در این تشکیلات چند برنامه هایی هستند که از جانب سفارت آمریکا مبلغ گذاری می شوند. برنامه تئاتر لختک یکی از لایحه های این تشکیلات می باشد. هدف از تشکیل این برنامه به کودکان و نورسان ولایت آموزانیدن زبان انگلیسی طریق نمایشنامه ها می باشد.
نمایشنامه‌ها اساساً در اجرای لختک‌ها صورت می‌گیرند. به عقیده دیرکتور تشکیلات جمعیتی روزبه ظاهر شاه مسلموف، این یک متد نو است برای آموختن زبان انگلیسی. برنامه تنها به آموختن زبان انگلیسی قناعت نکرده، اینچنین به آموزاندن زبان‌های روسی و تاجیکی، اینچنین لهجه‌های گوناگون مردمی بدخشان مشغول است. لایحه دیگری که مدت 1 سال دوام نموده بود، بینش جوانان توسط اخبار عامه نام دارد. در دایره این لایحه ترینینگ های گوناگون در مکتب های ولایت برای خوانندگان صنف های 8 تا 11 گذرانیده شده است. موضوع ترینینگ سوادی رسانه‌ای بوده. هدف برگزاریش آموزاندن طرز درستی کار با اطلاعات بود. شفالی به این تشکیلات نیز آمده با رفت فعالیت آن از نزدیک آشنایی پیدا نمود. ما این برنامه رو با برنامه‌های خرد علمی که یعنی که پیشکش کردیم و این هدف از این برنامه همون است که برای کودک‌ها و جوانان با طریق لختک با طریق حفظانه زبان انگلیسی رو یعنی که یاد دهیم و نه اینکه فقط زبان انگلیسی، زبان تاجیکی، زبان روسی و زبان‌هایی که در بدخشان هستند، شغنی و بخانی و یعنی که قرقیزی، ما با همین برنامه همین زبان‌ها رو یعنی که پیش می‌کنیم و این یک متد نو است، متد خوب است که برای جوانان، برای کودک‌ها خیلی یعنی که تاثیرآور است و یک متد نو است که کودک‌ها می‌توانند با همین لختک‌ها هم بازی کنند، هم زبان انگلیسی را استفاده کنند.